آیه 46 از سوره مائده هستیم. دفعه قبل این آیه رو صحبت کردیم، به بخشی از اون رو با همدیگه بررسی کردیم، اما بخشی عمده‌تر اون باقی مانده است که لازم دونستم در امشب هم کمی به اونها به اذن پروردگار بپردازیم. آیه 46 از سوره مائده می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور و مصدقا لما بین یدیه من التوراة و هدی و موعظة للمتقین. در پی پیامبران عیسی پسر مریم را آوردیم که او تصدیق میکرد آنچه را که نزد آنان بود از تورات و به او انجیل را دادیم که در انجیل هدایت و نور بود و مصدق بود، تصدیق کننده و تایید کننده بود از آنچه که بین یدیه من التورات بود و آنچه که در تورات بود و هدی و موعظة للمتقین و برای متقین هدایت و پند و اندرز بود. کلمه قفینا رو هم توضیح دادیم، به معنی قفا پس گردن، یعنی در رابطه سلاله پیغمبران او را آوردیم. نکته‌ای که در مورد پیامبران در قرآن هست، من اینجا چند تا نکته رو آوردم، اینها رو به موجز خدمت شما عرض می‌کنم که ضبطم بشود، چون اینها بالاخره صالحات است و باقیات است. در جایی ممکن است سالکی باشد که به این مراجع احتیاج داشته باشد و شما هم با من حوصله کنید. این آیات را من می‌خوانم و اعلام ربط می‌کنم. در تورات، درباره تورات قرآن می‌فرماید: قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی. خداوند در قرآن می‌فرماید ای موسی، ما تو را اصطفا کردیم. اصطفا تو را برگزیدیم. علی الناس، بر مردم، به رسالاتی، به نامه‌های ما و به کلامی و با کلام ما. فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. و هر چی که بهت دادیم رو خوب بگیر دستت و شکرگزار باش. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء. و الواحی بود داریم، در اون الواح راجع به هر چیزی تفصیل و بیاناتمون رو اعلام کردیم. در جای دیگری می‌فرماید قرآن: اخذ الالواح و فی نسختها هدی و رحمة للذین هم لربهم یرهبون. این الواح رو بگیر. الواح کجا آمد؟ بر کوه نازل شد، در کوه حک شد و به حضرت موسی علیه السلام داده شد 10 فرمان. میگوید اینها رو محکم به دستت بگیر و بدان که در این هدایت و رحمت است برای اونهایی که از خدا میترسند. رهبانیت، رحم، خدا ترس هستند. و در خصوص قرآن کریم جور دیگری میگوید خداوند، میفرماید: نزل به الروح الامین علی قلبک. روح الامین حضرت جبرائیل که هم روح هست، همون روحی است که در سوره انا انزلناه میخوانیم، همون روح هست و هم امین است. ثم امین آیه قرآن است. اون روح را بر قلب تو نازل کردیم، علی قلبک، لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، که باشی از انذار دهندگان به زبان عربی و روان و آشکار و روشن. پس معلوم است انزال و نزول آیات توسط جبرئیل امین یکی از طرقش از طریق انزال به قلب حضرت بوده. حالا قلبک نه به صورت کلامی که بشنود، بلکه بر او داده میشه. همونطور که می‌دانید قرآن کریم به 2 صورت نازل شده، یکی به صورت انزال، یکی به صورت تنزیل. انا انزلناه فی لیلة القدر. اینجا انزال است. کل قرآن در شب قدر بر پیغمبر نازل شده است، ولی بعداً تنزیل شده است، یعنی به مراتب به او داده شده است. توضیحش این گونه است: فرض کنید شما یک برنامه کامپیوتری رو می‌خرید به صورت یه CD. این CD رو وقتی تو کامپیوتر می‌ذارید، حدود مثلا 1 گیگابایت 2 گیگابایت رو برای شما لود میکنه توی دستگاهتون. این انزال اسمشه. اما وقتی این برای شما کار میکنه رو بهش میگیم تنزیل.
یک قسمت‌هایی رو برای شما مثلا حسابداری میکنن، کتاب می‌نویسن و به همین دلیل بعضی جاها حضرت پیغمبر حکم‌هایی رو ازشون میپرسیدن صحابه، مردم، ایشون نمیدونستن این حکمش چیه و حتی در بعضی موارد داریم که 40 روز ایشون منتظر میماندن که پاسخ داده بشود و عده‌ای از کسانی که به ایشون گرویده بودن در این فاصله 40 روز الک میشدن و گفتن آقا به قول معروف دین و پیغمبری که برای یه پاسخ 40 روز بخواد ما رو معطل کنه نمیخوایم. اصلا تمام داستان قرآن فیه متشابهات و محکمات و در قرآن تمام همین قرآنی که هدایت است برای مؤمنین، همین قرآن خسارت است برای ظالمین. یعنی دو وجه کار میکنند. به همین دلیل مدام قرآن در حال الک کردن مؤمنین از غیر مؤمنین هستش و کار رو به اونجایی میرساند که آدم‌ها درایتشون، عقلشون، مغزشون یا عجلهشون میتواند بر ایمانشون حاکم بشود. در مسائل جهادی همین اتفاق افتاده است. در آیه قرآن می‌فرماید و ایدهم به 3,000 ملائکة المردفین، ما به 3,000 ملائکه ردیف شده شما را کمک کردیم در جنگ بدر. خیلی جالبه، 3,000 تا عدد داره، 3,000 تا ملک کمک کننده برای شما فرستادیم، با شما جنگیدن. در جنگ احد باز قرآن اونجا امتحان میکند اینها رو میبره، یک دستوری رو پیغمبر میدهد به اینها و اینها به دلیل که اون دستور رو عمل نمیکنن به هزیمت میفتن. طوری که عمر میگوید که من از کوه بالا میرفتم مانند بز کوهی از ترس. نکته جالبی که در قرآن وجود دارد این هستش که نه اون موقع، همین الان هم همینطوره، همیشه همینطوره. میگوید برای همه مؤمنین و برای همه مردم. آیات قرآن در اکثریت موارد ما رو به چالش میکشه و ما دچار راهیابی‌های آسان هستیم و بعضی اوقات به قول آیه قرآن میگوید که اینها هوا و هوسشون رو الهه خودشون قرار میدهند. اینها به جایی که به قانون نگاه کنن، به اون چیزی که دلشون میخواد بسنده میکنن و با دلشون زندگی میکنن و با دلشون دینداری میکنن و بارها و بارها قرآن این رو برای مؤمنین و غیر مؤمنین گفته. میگه اینهایی که مؤمن میشوند و حتی ادعای ایمان میکنن و تمام وظایف ایمان رو هم انجام میدهند، اینها ممکن است منافق بشن و برمیگردن. چرا؟ چون هوای نفس رها نمیکنه آدم رو و امتحانات خداوند رها نمیکنه ما رو. به هر حال کاری است ظریف، آسان، در این حال در این سادگی جهتش پیچیده. جهتگیری نسبت به آیات قرآن احتیاج به تسلیمه. هرگاه که ما تسلیم رو حذف میکنیم از قوانین قرآن و قوانین خداوند، دچار چالش و گرفتاری میشیم. هرگاه که تسلیم رو میشناسیم علی علم، آیه قرآن حضرت رسول میفرماید من اتبعنی علی علم، وقتی که علم، آن چیزی رو که خداوند علم نامگذاری کرده بر قلب کسی میافتد و او آیات قرآن و ایمان رو از طریق علم و حقیقت قرآن میشناسد، نه از آنچه که میگویند. این میگوینده خطرناکه. از آنچه که حقیقت قرآن هستش میرسه، به اون لب قرآن میرسه، به اول الالباب، به اون حقیقت قرآن میرسه. حالا چند تا آیه دیگه دارم اینجا. در مورد قرآن خداوند میفرماید انه لقول رسول کریم. این قرآن گفتار یک رسول بسیار کریم است، یعنی حضرت جبرائیل. ذی قوت، صاحب قدرت و قوت است. ذی العرش مکین، در کنار عند ذی العرش مکین، نزد کسی که صاحب عرش است. مطاع ثم امین، بسیار مطیع و بسیار چیز هست، فرمانبر و در این حال بسیار امین است. این توضیحاتی است که در مورد این روح گفته می شود. چرا که در بعضی اوقات بحث‌های جدی وجود دارد مبنی بر این که در این نزول وحی اشتباهاتی صورت گرفته است. اینا بحث‌های کلامیه. این قرآن پاسخ همه رو میده، پاسخ من ناقص رو میده، پاسخ اون علما و عظمت‌ها و کسانی که به دنبال پیدا کردن سوزن در اقیانوس هستن هم میده. همین آیه میده. جای دیگری میگوید فی صحف مکرمه. این قرآن در صحف یعنی کتب مکرمه مورد تکریم شده، مرفوعت مطهره، بسیار رفیع و بسیار پاک، به ایدی سفره،
در دست کسان بسیار کرام برره، آدم‌های بسیار با کرامت و نیکو رفتار و نیکو کردار گذاشته شده است. این در اختیار، درست من تو به عنوان یک انسان این در اختیارمون، اما این توسط این رسولان آورده شده. خدمتتون عرض کنم که در قرآن باز جای دیگری میگوید اَوَمَنْ کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ. میگوید خداوند وقتی ایمان رو به کسی میدهد باید مثل آن است که نوری به او داده است و مثل این است که او را زنده کرده است. یعنی ما مردیم، مثل مرده ای هستیم که وقتی ایمان رو میشناسیم، وقتی خدا رو از طریق کلامش میشناسیم، زنده میشیم و وقتی زنده میشویم نوری احتیاج داریم که با اون نور راه برویم.